24 ساعت به امتحان مونده که مهمترین تایم در واقع برای من هستش. یکم TMI در مورد خود امتحان اگه بخوام بهتون بدم اینه که من ترم آخر داروسازی ام. ما یه واحد درسی داریم به اسم کارمزدی داروسازی شهری که این واحد 2 تا امتحان آسکی پره و پست رو داره و بین این 2 تا امتحان ما باید 250 ساعت شیفت داروخانه بگذرونیم. حالا من آسکی پره و 250 ساعت شیفتمو گذروندم، مونده قول مرحله آخرم که آسکی پسته. آسکی پستم نمرش بیشتر هستش برای پاسی و 14 باید بگیریم. حالا تنها پوینت مثبتی که امتحان آسکی پره برای ما داشته اینه که چون ما یه بار امتحان دادیم میدونیم تم سوالای استادمون چجوری هن و اینکه چی چیزایی براشون مهمتره. همینطور چون تو داروخونه هم بودیم میدونیم که تقریبا داروهای مهم شکلای دارویشون چی هستش، اسمای تجاریشون چیه، یه تا حدودی آشناییم. اما حتما باید همه چی مرور بشه چون مبحثای داروها خیلی گسترده‌تر از چیزیه که حالا ما تو روزمره توی داروخانه می‌بینیم. در مورد خود امتحان آسکی که چجوری از ما میگیرن، توی امتحان به ما 20 تا نسخه میدن، هر استاد یه نسخه تعیین میکنه. از توی این نسخه میان سوال میپرسن در مورد داروهاش، اینکه مثلا این دارو اسم ژنریکش چیه، اسم تجاری مهمش چیه، دوزای دیگه‌اش توی بازار چیه، چه ایندیکیشنی داره، مکانیزمش چیه، عوارضش، فارماکوکینتیک، فارماکودینامیکش، دیگه نمیدونم توصیه مصرفش، هر چی که در مورد دارو شما فکر بکنین رو میتونن از ما سوال بپرسن. در واقع یه امتحان اطلاعات دارویی خیلی جامع هستش که هر دارویی که توی مارکت باشه و توی داروخانه خرید فروش بشه رو میتونن توی امتحان بیارن و بپرسن. من معمولا توی همه امتحانا 1-2 روز قبل امتحان مبحث رو یه دور میخونم، یعنی یه جوری میخونم که تموم بشه 1-2 روز قبل امتحان و اون تایم نزدیک امتحان رو همیشه مرور میکنم یا نمونه سوال میخونم کنارش رو ببینم کجاها مشکل دارم، دوباره همونا رو مرور کنم. کنار اینم یه برنامه‌ریزی حالا زمانی و حجمی انجام میدم، یعنی میگم من این مبحث رو میخوام تو این مدت زمان بخونم. حالا من یه سری موضوع رو انتخاب کردم که این 24 ساعت قبل امتحان بخونم بر اساس اینکه میدونستم مثلا استادا چیا براشون مهمه، چه نسخه‌هایی رو حتما سوال میدن، چه داروهایی رو مطمئنم سوال میدن و اینا، و حالا تجربه کسایی که قبل ما امتحان دادن و نمونه سوالایی که بوده. مبحثی که من خوندم مثلا داروهای ضد دیابت، داروهای تنفسی، داروهای کموتراپی که همیشه ازش سوال میدن و خیلی چون داروها تنوعشون زیاده توی کموتراپی خیلی فرارن. داروهای زنان همیشه این نسخه ازشون هستش. دیگه من اینا رو انتخاب کردم تقریبا که قبل امتحان بخونم که تسلطم روشون بیشتر باشه، چون معمولا اگر همین مباحث رو خوب تسلط داشته باشی نمره قبولی رو میتونی باهاشون بیاری. تایمی که حالا قبل این 24 ساعت من گذاشته بودم برای امتحان خیلی ایدئال نبوده، چون من تو هفته اول میرم مسافرت بودم، بعد اینکه برگشتم هم طول کشید تا به روتین عادی زندگیم برگردم. الانم واقعا تمرکزم مثل همیشه نیستش، اما چون میدونم میخوام چه مبحثایی رو بخونم و اینا یکم استرسمو کم میکنه. حالا این ویدیویی که من گرفتم در واقع یکم شبیه ریل تایم استادی شد، اما همین چیزایی که گفتم و توی ویدیو دارم میخونم و همیشه هم موقعی که میخونم یعنی مرور میکنم یه چک لیست میذارم که اون چیزایی که فکر میکنم دارن یادم میرن یا فرارن برام دوباره یادداشتشون میکنم که بیشتر تو ذهنم بمونه.
بعد وقتا حالا وقتی مرور میکنم آهنگ گوش میدم، با اینکه حالا بینش میرقصم یا با آهنگ میخونم و اینا، ولی یکم تنوع خوبه، حالا دوباره تمرکزم برمیگرده سر جاش. دیگه بیشتر از 2 من نمیتونم بیدار بمونم. قبلا که ترمای اول بودم شبا خیلی دیرتر میخوابیدم یا بعضی وقتا تا صبحم بیدار میموندم، اما الان دیگه واقعا حس میکنم پیر شدم و دیگه در توان من نیست. کارمو میکنم همون ساعت 2:30 اینا میخوابم، اما از اون ور صبح زودتر بیدار میشم. خوابم در صورت کمه ولی از اون ور صبح بیدار شم راحت ترم. روتین پوستیم هم همیشه قبل امتحان فرقی برام نداره، هر موقع باشه انجام میدم. خیلی روتین پوستی برام مهمه. بعدش که میرم تو تخت همیشه یه پیام میدم به دوستان ببینم کی میخواد بره دانشکده، منم برنامه‌ریزی کنم ببینم کی برم. بعدش صبح که بیدار شدم، هر ساعتی که حالا امتحان باشه در روز، من همیشه مثلا صبح امتحان 6:30 اینا بیدار میشم، کامل آماده میشم، میشینم، لباسامو میپوشم، کارامو میکنم، دیگه میشینم حالا ببینم کی میخوام برم. حالا این امتحان مامانم گفته بود میخواد برسونتم، برای همین من نشستم درس خوندم دوباره تا حدود 8:30 9. بعد اون چیزایی که مباحثی که توی برنامه تیم بود و دوباره ادامه دادم خوندن. صبح امتحان قبل اینکه حالا من را بیفتم برم همیشه یه میکاپ سبک انجام میدم، چون دلیل نمیشه که من اگه قرار باشه امتحان خراب کنم قیافه‌م بخواد داغون باشه. برای همین همیشه ظاهر رو حفظ میکنم، یه میکاپ سبک خیلی ساده همیشه انجام میدم. با اینکه حالا من بعد امتحان قصد داشتم که بیام خونه بخوابم، اما تصمیم گرفتم یه قهوه بخورم، چون ساعت 12 که امتحان دارم معمولا یهویی خوابم میگیره. برای همین یه کاپوچینو فوری خوردم، چون قهوه‌ام بهم نمیسازه، ممکنه یه فشارم بیفته و اینا، واقعا حال نمی‌کنم باش. دیگه ساعت 9:30 اینا با مامانم راه افتادیم بریم سمت دانشکده، چون دانشکده ما هم توی خارج شهره، خیلی دوره متاسفانه. برای همین دیگه زودتر راه افتادیم. بعدش هم توی ماشین من معمولا جدیداً موشن سیکنس میشم، برای همین نمیتونم موبایل بازی کنم یا درس بخونم و اینا. دیگه تصمیم گرفتم که بیخیالش بشم. حالا این نیم ساعت 40 دقیقه در کل عملکرد من قرار نیست خیلی اثرگذار باشه. دیگه میرسم دانشکده و ادامه میدم درس خوندنمو. حدود ساعت 10 که رسیدم مستقیم رفتم کتابخونه، دوستم هم اونجا بود. قبل امتحان یکم با هم مرور کردیم. ما ساعت 12 امتحانمون رو دادیم. یه 2 ساعت امتحانمون طول کشید چون تشریحی بودش. وقتی خونه رسیدم اولین کاری که کردم این بود که صورتمو شستم. همین که موبایلم گذاشته بودم ویدیو بگیرم، خیلی ببخشید موبایلم افتاد توی توالت فرنگی دوستان. برای همین از بقیه روز که ویدیو ندارم و کل روزم درگیر این بودم که گوشیمو زنده بکنم و سالم بشیم. خلاصه اما در هر صورت امتحان گذشت. ما یه ماهی باید صبر بکنیم تا نتیجهش بیاد. لطفا برام دعا بکنید که من پاس بشم دوستان. ایشالا ویدیو بعدی رو که خواستم بذارم بهتون خبر پاس شدنمو بدم. مرسی که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. خداحافظ.